برای تو که دزنین این ویدیو حتما برای شما یا چلیک تمامونی تلفن میکشه اگر که دیم چلیک تمامونی تلفن واپشه دیگه تلفن میشه که میتونی که چیزای سکرت اینتا در یک تاش باجا کنی یعنی در یک تا устройство شما میتونی که دو تلفن استفاده کنی دو تلفن بگیم که در یک устройство میشه چیزی که در تلفن در یک طرفش باجا میکنی در دیگه تلفن واپشه نشون نمیده چیزی باجایی که داری میتونی که ایلوبوی کس باجاش کنی این فونکسیون باشه فقط در مدل های سیائومی ردمی میشه که برای شما دو تا مدل نوت 15 پرو پلوس و نوت 15 پرو ابیشن آوردگیم که در باره کرات که ابزار میکنیم نرخش برای شما گم میزنیم و گم میزنیم که تلفن ای کدام پامیت تو کدام پامیت میشوند در دست ما باشه ردمی نوت 15 پرو پلوس که خیلی دستن 4 تا کامera داره یک تا دیگه سپیشکا корпус تلفن полностью اوهانی متالیک میشه و پشتش باشه ماتوی پلاستیک میشه و اکران تلفن 120 گرز پلاون اکران کار میکنه من ببینید تلفن چه پلاون اکران کار میکنه خیلی سکورس در یگان تلفن دیده نمیشه و خیلی گفتم این تلفن رو میشه که دو تا پرانسفاس یعنی پروی پرانسفاس و второй پرانسفاس استفاده کنیم که در این تلفن بعضی فونکسیون سکند داره که یگان کس از سکندش شما با خبر نمیشه و پروسس تلفن باشه Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 میشه که یعنی Gen 4 در سال 2026 ای هم از سامی پاپولار پروسسور در همه مدل‌های Redmi Note 15 Pro 15 Pro پلوس میشه اکران تلفن خیلی گفتم مقصد 20 گرز کار میکنه باتری تلفن باشه 6500 میلی آمپر چارج میشه که برای شما اجت ضرورت یگان تنقیسی نمیکشین در داخل کامپلکت تلفن باشه که بیش نه میشه защитная пленка در بالای اکرانش چخول سیو کاستونچای دیزاینرز که کمپانی ردمی خودش کابل تایپ سی با یو اس بی اورجینال یا طریق بلوکی صداقت داره که چین 45 مینوت تلفن i0 تا 100% پر میکنه کامera تلفن باشه 200 مگاپیکسل основной камера 200 مگاپیکسل دیمش باشه 8 مگاپیکسل میشه و طرز کار کردن کامera تلفن ببینید که تلفن چخیل کاتستوقتی پیش میبره خدا خود هر دوشه یک بار برابر میمونیم وقت ببینید که کدام تلفن خوشتر صورت میگیره نرخ 15 پرو 15 پرو پلوس خیلی فرق میکنه برای که 15 پرو پلوس با همون یک پلوس که در همین نامش نوشته بعضی فونکسیون داره که 15 پرو بیشتر نداره پروسسورش با قوت کامراش کاتستاش اولترا اچ دی کامera میکنه باتریکای هر دوش یک خیلی نه که 15 پرو پلوس باشه با فکر میکنم که خوبتر میبره تلفن ردمی نوت 15 پرو باشه یگان فرقیت در حساب دیزاینش نمیکنه نگاه کنین این 15 پرو پلوس های ردمی نوت 15 پرو ابیش نه پشتی یگان فرقیت نمیکنه روی دیزاین همین خاکی کورپوس 15 پرو پلوس متال میشه و ای باشه کورپوس خاطی پشتش полностью پلاستیک میشه اکرانای هر پول اولنوی گشتگی هم ای طرفی بر هم ای طرفی بالا و پایینشون گشتگی که جهاز اتکاشون تایپ سی کلانکاشون باشه استرادینامیکا هم ای طرفی بالا هم ای طرفی پایین میخونه 15 پرو ابیش نی باشه باتری ای تلفن هم 6500 میلی آمپر چارج این تلفن هم دو تا پرانسفاس و دو تلفن قبول میکنه و کورپوس تلفن باشه پلاستیک خیلی گفتم اکران تلفن 120 گرز پلاون اکران کار میکنه کامرای تلفن هم 200 مگاپیکسل و این اختم ببینید که تلفن با کدام کاتستوا صورت میگیره انا خدا خودم که هر چیز تست میکنیم وقتون در کامنتار نوشتن که کدامش خوبه و کدامش بدن خودش استایتای این دست بدبدگی کابود 15 پرو پلوس ایش باشه ردمی نوت 15 پرو ابیش نیای خب ای 06 سر میکنیم 06 میمونیم هر دشه من ببینید چه خیلی دورای و پیش میبریم انمی کارتینکا را تا جایی که ما فهمیدم 15 پرو پلوس 3x پیش میبره 15 پرو باشه 20x پیش میبره خیلی گفتم یک پلوس معنای کلام داره این پی ای باشه 4G میشه و نرخ تلفن ها باشه ای 24500 روبل 15 پرو و 15 پرو پلوس باشه ای 3500 روبل سر میشه و این با ای بود نمیشه و تلفن ها میشون 8 با 56 12 با 512 12 با 56 برای نرخ‌های دیگه مدل و دیگه پامداش فهمیدن تلگرام کانال ریال فون ماسکا داریم در اینجا باشه پادروبنی نرخ‌های نیتول ردمی و نرخ‌های همه تلفن‌ها خدا خواهد بو خبر خواهید شد اگر کدام دارم خیلی واریانت‌های خوب واریانت‌های لگندان رنگ ردمی نوت 15 پرو 15 پرو پلوس در کار باشه رقمو در روی اکران میتونید که زنگ زنید دستافک لوبوی طرف داریم مغازین اومدنی باشین مغازین ما شهر مسکو مترو بوتیرسکا ترگوی سنتر زیلیونی